برادران عزیز و بزرگوار، میخوایم که در این لحظه کوتاهی فرزند شهید حضرت مولانا انصاری به شما معرفی کنیم و دستان فضیلت پسران عزیز رو بسازیم. عزیزان و بزرگواران آرامش حفظ کنیم. امروز یک روز استثنایی جمعه دیگر انشاءالله خدمت می‌کنیم. الان میشه 5 دقیقه وقت شما میشه در آفتاب خداوند به شما لطف کنه. در کنار این جوان عزیز ایستادی پاریس محبجان فرزند شهید مولانا انصاری رحمة الله علیه. عزیزان و بزرگواران، این سال‌های مبارک رمضان جناب مولانای شهید گفتند یکی از آرزوی من این است که فرزندم قرآن را خاتمه کند، ختم کند و من پشت سر آن نماز بخوانم. این سال‌های مبارک رمضان در پشت سر این جوان و خانه جناب حضرت مولانا قرآن عظیم الشان را پشت سر این استاده‌اند و این جوان تلاوت کرده و حافظ کل قرآن عظیم الشان که یکی از آرمان‌های مولانای شهید شد. نعره تکبیر! عزیزان و بزرگواران، یک آیه هم یک دو آیت رو تلاوت می‌کنه و بروی شهدا می‌بخشیم و دستار فضیلت به سر دین مسعود شیخ ابوالابراهیم انصاری حفظ راز خالجان الله شده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. بخدمت شما عزیزان و بزرگواران، پیر و جوان، خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اول از همه شهادت بابای عزیز خود را و یاران بابایشان را و تمام امت مسلمه تبریک عرض می‌نمایم، خصوصا برای شما عزیزان و بزرگواران. دو کلمه برای دشمنان اسلام میگویم. شما چی فکر کردید با شهادت بابای عزیز من صدای این منبر خاموش می‌شود، صدای این زمزمه خاموش می‌شود؟ نه والله العظیم. قسم به ذاتی که جان من و جان تو در دست او است، راهشان را ادامه می‌دهیم. قدم به قدم ایشان را تعقیب می‌نماییم. برای تو عزیز می‌گویم غمگین نباش، چون که الله می‌فرماید ان الله معنا، الله همراه من تو است. غمگین نباش ای برادر عزیز. پدر من با آرزوی خویش رسید. فقط یک خواهش از شما عزیزان و